الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، بارک الله فیکم. برادر سوال نمودند که فراسه چی معنی دارد و آیا در اسلام فراسه وجود دارد؟ برادران و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، در حقیقت فراسه معنیش این است که بعضی انسان‌هایی که انسان‌های دیگر را غیر از خودشان را از چهره‌هایشان میشناسند، میفهمند، به سبب فکر و تأمل و به سبب نور الله سبحانه و تعالی که به قلب آنها الله انداخته است. به همین سبب اینها انسان‌ها را که وقتی که میبینند زود می آموزند و میفهمند و میشناسند که این انسان چگونه انسان است، دروغگو است، ضعیف است، یا صادق است، یا خیانتکار است. و در حقیقت در این مسئله حدیث آمده است که البته این حدیث در مسئله فراست حدیث ضعیف است. البته حدیث دیگری آمده است و آیت دیگری آمده است که علمای اهل سنت و الجماعت به این رو به فراست نسبت میدهند. حدیثی که آشکار آمده است: اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن بترسید، زیرا که انسان فراست دار نظر میکند به نور الله. این حدیث به نهایت ضعیف جدا هست که امام ترمذی روایت میکند از حدیث ابی سعید الخدری و اسنادش ضعیف است و از این حجت گرفته نمی شود و تمام علمای محققین حدیث ضعیف دانستند و شیخ البانی هم ضعیف میگند و حافظ ابن جوزی این حدیث را ضعیف میدانند. بارک الله فیکم. و این حدیث گرچند که ضعیف است اما مسئله فراست وجود دارد. ما به زبان تاجیکی فراست میگیم. فراست، انسان شناسی، خردمندی، آدم شناسی. پس حدیث دیگری هست که انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنند که قال النبی صلی الله علیه وسلم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند: ان لله عبادا یعرفون الناس بالتوسم. البته الله بنده های دارد که مردم را با تبسم میشناسند. البته معنای تبسم را میفهمونیم به شما که این حدیث را امام طبرانی در اوسط ذکر میکنند و ابن جریر طبری هم و حیثمی و طبرانی اسنادش را حسن گفتند و شیخ البانی هم در سلسله صحیحه میگن که حدیث حسن است. حدیثی حسن است. بارک الله فیکم. پس معنای این حدیث چیست؟ ان لله عبادا یعرفون الناس بالتوسم. معنای توسم هم میگن به معنای فراست است. معنای توسم هم به معنای فراست است و معنایش این است که مردم را به سبب این که ایمانشان زیاد است، یعنی این انسان‌های فراست‌دار کسانی هستند که ایمان دارند، اولیاء الله هستند، به سبب همین الله به قلب اینها یک نوری را انداخته است که انسان را وقتی که می‌بینند با یک نور الله در یک وقت کم میفهمند که انسان دروغگو است، یا از چهره اش، یا از سخنهایش، یا از این بعضی علامت هایی که با اشاره هایش الله به قلب این انسان میاندازد که این انسانی که در روبروی است دروغگو است، یا کذاب است، یا خیانتکار است، یا صادق است، یا مؤمن است. البته علما معنای تبسم را چندی معنا دادند. میگویند تبسم یعنی گمان کردن و این چنین تبسم فکر و تأمل و اندیشه. گمان میکنند، میبینند فکر و اندیشه اش رو، البته فکر و اندیشه در حق انسان میکنند، گمان میکنند، تأمل میکنند، این انسان رو میآموزند و بعد از این میگویند که این انسان کی است. و البته ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین ذکر نمودند که فراست به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول فراستی که الله رب العزت و الجلال به قلبهای فقط دوستانش، اولیاهایش انداخته است
و به سبب این که الله به قلب‌های این اولیاهایش فراست را، انسان شناسی، حق شناسی را انداخته است، اینها احوال بعضی از مردم ها را به سبب کراماتشان و درست برآمدن گمانهایشان میفهمند. قسم دومی فراست این قسمی که انسان تعلیم میگیرد، به دلیل ها، از سبب تجربه پیدا می شود، از سبب خلق و اخلاق و احوال مردم را از سبب آموختن و از سبب قرینه ها و دلالت ها، از سبب تجربه خلق و اطوالش میفهمند که این انسان چگونه انصاف است، انسانی دروغگو است، صادق است، کاذب است، چیزی نباشد. بارک الله فیکم. پس ابن اثیر رحمه الله میگن که در کتاب نهایه فی غریب الحدیث، یعنی در حدیث بعضی کلمه است که معناش غریب است، نامعین است، به مانند فراست یا که وسم. در همین کتاب نهایه فی غریب الحدیث که 2 مجلد است، بنیاد کتاب مفید برای طالب علم است در فهم کلمه های حدیث نافهما، میگن که فراست به 2 معنی میاد، فراست و وسم، هر دوشون به معنای فراست. بارک الله فیکم. پس فراست ایمان چخیلی که ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب مدارج السالکین مجله 2 میگویند در بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین است، یعنی چگونه ای که توحیدتان زیاد باشد همون قدر فراست شما، انسان شناسی شما زیادتر می شود. سببش این نور است که الله سبحانه و تعالی به قلب بنده موحدش می اندازد که به سبب همین نور حق را از باطل و حال انسان صادق و کاذب را جدا کرده می تواند. بارک الله فیکم. و ابن القیم الجوزی میگن که فراست و وسم حقیقتش این است که این یک خاطر است که به قلب انسان چی میکند؟ هجوم میکند و همین خاطر حق را از ناحق جدا میکند. بارک الله فیکم. پس فراست بر قدر ایمان است، به درجه ایمان است. چقدر که ایمان قوی شد همان قدر آدم شناسی، انسان شناسی، فراست، حق را از باطل جدا کردن، کاذب و دروغگو را از راستگو جدا کردن البته در انسان زیاد می شود. هر کسی که ایمانش قوی باشد پس فراستش هم قوی است. هر کسی که ایمانش ضعیف باشد فراستش هم ضعیف است، انسان شناسیش هم ضعیف است. پس اهل فراست کسانی هستند که صادق بودن صدق صادقان را میفهمند و شجاعت شجاعتمندان را میفهمند و دروغگویان را میشناسند و از سبب ایمان و تقوایشان است. و در حقیقت حدیثی که آشکار به سبب در مسئله فراست آمده است که ما گفتیم اتقوا فراست المؤمن فانه يقذف بنور الله فانه ينظر بالله، این ضعیف است. اما حدیث دیگری که از انس بن مالک رضی الله عنه است، ان لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، هر آینه الله بنده های دارد که مردم را با توسم، با فراست میشناسند. این حدیث هم معناش فراست است، از انس بن مالک است، حدیث صحیح است. و بعضی از مفسرین و علما آیات های را مثال آوردند، با اینکه سوره حج آیه 75 میگه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، البته در این علامت های الله نشانه های است برای متوسمین، برای فراست داران. البته حرف ف کسره دارد، فراسه به زبان عربی، ما به تاجیکی فراسه میگیم، یعنی کسای متفکر، عقل دارنده، کسایی که علامت را میفهمند. سبحان الله. و این چون در تفسیر سعدی رحمه الله وقتی که در زیر این آیت سوره حج آیه 75 نظر میکنید میبینید که متوسمین را ای متأملین، متفکرین ذکر کردند. و این چون در سوره محمد آیه 30 آمده است ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم. پس بارک الله فیکم، در حقیقت فراست وجود دارد و در این مسئله آیات و احادیث